Wait. خیلی اینجوری دایید بپوشی همونطور این به خاطر که نامخدا بسیار بچه با استعداد بودی. سوال ما تقریبا 2 جز داشت، جواب دادی. سیاه آزار دوست. ایران جنبان و او هم شرقی های پیش از پیش دیده خوب و خوش عزیز چند بنا داره؟ 5 بنا اسلام 5 اول کلمه دوم نماز سه روزه چهارم زکات ماشاءالله پنجم مرد دعوت. بارک الله. با عبدالنصیر جان سر خوردیم که ورقی که عریضه کرده که شامل مکتب شود و ما گفتیم بیا که یک بیک مکتب با مقرطاسی که است برش توفه میدیم. شروع آفرین. زرولی پاسمان است. زرولی هر کزود 1 2 3 به نام خداوند قادر و رازق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم، چی در داخل هستند و چی در بیرون از کشور زندگی میکنند. آرزو میکنم که همه تان جور و صحتمند و تندرست باشید. دوستان عزیز، در قدم نخست فرارسیدن عید قربان را برای تمام شما از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم. باز هم آمدیم که بعد از یک وقفه تقریبا 2 ماه است برنامه صدای انسانیت را ثبت بکنیم و هدیه داشته باشیم برای اطفالی که واقعا مستحق هستند و بتانیم اندکی از غمایشان گرفته و لبخند برشان هدیه بکنیم. تا آخر برنامه ما را بیننده باشین، انشالله که برنامه خوبی است. تمام حامیان برنامه ما که چنین برنامه‌های انسانی را حمایت میکنند قلباً سپاسگزاری میکنیم. انسانیت زمان زیبا می شود که درد همدیگر را درک بکنیم و از سبب لبخند طفل‌هایی که ضرورت دارند واقعاً سبب لبخندشان ما شویم. شاید ما نتوانیم تمام دردهای این سرزمین را درمان کنیم، اما می توانیم که سبب لبخند چند کودک شویم که سالهاست فراموش شدند. دوستان عزیز، رفیقای ما که 3 تا از بچه های قهرمان هستن، اینا را از بوتر از شورا گرفتیم و بوتر آمدیم در یک جای گوشه و میپرسیم نامکایشانه که نامکایشان چی است و در ضمن بعض سوالات داریم، سوالکای ساده است. اگر پاسخ دادن برشان جایزه در نظر گرفتیم. اسمکت خند لالا؟ چی؟ نامکت چی است؟ اسماعیل جان. از خودت نامت چیست؟ تمیم جان. خودت؟ یوسف جان. اسماعیل جان چند ساله هستی جان لالا؟ 10 ساله. چی کار میکنی؟ خند ما که اونجا دیدمت پلاستیک بود، در پلاستیک میفروختی؟ روز چند کار میکنی؟ روز 50 رو. 50 رو. درس نمیخونی؟ نه واقعیت. میخونم تذکره ندارم. تذکره چور تذکره نداری؟ تذکره ندارم باب. ورقی هم نداری؟ نه. خو یک تا تذکره بگی و درس هم بخوان، درست؟ خودت مکتب میری؟ تمیم جان است نامه؟ چرا نمیری جان کاکا؟ تذکره گرفتم گم شده. تو خوش نداری در آینده یک کس باشی، یک بچه درسخوان، بچه لایق که هم بگی بالای افتخار؟ خوش نداری؟ درس دوست داری یا نه بخوانی؟ میخوانی از بعد درس؟ وعده؟ خیلی از شما سوال بکنم، شما که مکتب هم نرفتید جواب داده میتونی؟ سوال اسلامی بپرسم از پیشتان، ساده آسان. اسماعیل بنده کسی جان تو؟ آفرین ماشاءالله. اسماعیل بنده خدا و کل ما بنده خدا هستیم. برنده شدی، برای تو تحفه میدیم.
واتم جان خودت از پیش میپرسم سوال ساده. چی بپرسم از پیش؟ از اسلامی پرسان بکنم. نماز در 24 ساعت چند وقت است؟ 5 وقت نماز هست. جان کاکا نماز آمید نمیخوایم. دوستان عزیز میفهمیم که وضعیت قسمی است که طفلا مجبور هستند که نان پیدا بکنن اما از درس و تحصیل دور ماندن. خب خیر اینا همراه ما وعده میکنن و یوسف جان همچنان وعده میکنی که مکتب میری جان کاکا؟ خب میری مکتب. نام خدا این یوسف در بین شما قهرمان واقعی است. صنف سی هستی؟ کدام مضمون از یاد دوست داری؟ دری؟ آفرین. نامت یوسف است. چند حرف است نامت؟ دار. نام خودت نمیفهمی داله. صنف سی هم هستی جان کاکا؟ یوسف. یا واو دیگه سین آخرش ف. جان کاکا نامت نمیفهمی صنف سی هم هستی. فکر کنم نمیری خود در مکتب. خب وعده میکنن دوستا عزیز ما برشان تحفه در نظر گرفتیم. یک جور لباس های مقبول خامکی براتان میتم امروز یک چبلی و فعلا هم میبرمتان یک امام چون نظافت جز ایمان است. درست است جان کاکا؟ یک امام میریم سلمانی پاک لباس های تان میپوشید خانه برید شما را نشناسه. صحیح است؟ یک خنده خوش هستی؟ بریم. بیشتر خودت میفتی. اسماعیل جان میگفت که دبوتر بالا شده می کاکا بارخ بندی نمیکنی. نه جان کاکا چرا بندیت کنم؟ میریم یک امام بکنیم. امام میکنی؟ بعد از امام سلمانی، بعد از سلمانی لباسکای تان میپوشین میرین خانه. درست؟ بریم بریم. امیجا پیشتر یک چند تا رفیقکای ما پایین کردم. خود است دمی بست و اسماعیل خود است. اوه نام خدا ماشاءالله چقدر مقبول شده بچه. ها؟ اینه تو همیشه یک قسم باشه. خود نظافت چی است جز ایمان. بیش از پیش ایدتان مبارک، کلاهکایتان مبارک. کلاهتان بدلتان است؟ چبلیایتان هم؟ دعا بکنین برای کسی که ما شما را کمک کرد. درست؟ ایده که تان خوش خدا نگهدار. اجازه با ما بریم کابل. خداحافظ. خدا نگهدار. خوش نشده؟ اگه خوش نشده که بکشم بالا را براتون بدم بایک مکتب. صحیح؟ بایک مکتب میگیرم. خوش شده؟ خداحافظ. مدرسه کتاب. خداحافظ. سلام هموطنان خوبم. یک جوان دیگر را پیدا کردیم. یک قهرمان کارگر است. او پالیشی میکنه و از خودشان میپرسیم نامکشه و در ضمن که آیا بدون از اینکه کار میکنه دست هم میخوانه یا نه. سلام علیکم قهرمان. خوب هستی جان؟ نامک چی است؟ امیدالله. این همراه ما هستی. خوب هستی امیدالله؟ چی کار میکنی؟ قند روز چند کار میکنی؟ 60-70 یعنی 6 تا 7 تا 9. ماشاءالله. از چند بجه میبروی از خانه؟ از 4 خب ما از خودت یک سوال میکنیم. سوال آسان است. تو جواب میدی. اگر جواب درست دادی برای یک جور لباس عید، لباس خامکی بسیار مقبول با یک سرپایی بسیار لاکس. درست است؟ آماده هستی؟ سوال آسان است. از خودت میپرسیم تو برای ما بگو نماز جمعه چند رکعت است؟ 12. ماشاءالله. نماز جمعه 12 رکعت. از این 12 رکعت چند رکعتش فرض است؟ 2 رکعتش فرض است، 10 رکعتش بارک الله. ماشاءالله. چقدر نام خدا بچه با استعداد هستی. مکتب میخونی؟ صرف چند است؟ نام خدا. موفق باشی. تو برنده شدی و باید کالا جور نکنی. این همه برد کالا را از طرف عزیزای ما
خداوند خیرشان بده. توفه است برای همراه یک جور سرپایگه که بسیار مقبول. این سرپایی در تو دپایی که تو میره که منطقه جمع شود کالاش میره داشت. مبارک بیخی فکس. این هم دوستا عزیز کالایشان از جانب ادر و بچه که کاریگر. اینی پیران تنبان و او هم شبلی های بیش از بیش ایده خوب و خوش برد دیگه چیز کار نیست. ایده که خوش مرین خدا فشن. سلام دوستای عزیز، بازم یک قهرمان دیگه را پیدا کردیم. این هم کارگر است و در ضمن میپرسیم که آیا درس میخوانه، مکتب میره. سلام عزیزی بدر، خوب هستی؟ بلند نمک چیست؟ سلام. و علیکم. صاحب جان مکتب میری؟ بله. صنف چند؟ صنف هفت. کار هم میکنی؟ چی کار میکنی جان؟ خب روز چند کار میکنی؟ روز 50 رو 40 رو بعد چند بجه مکتب میری؟ چند بجه مکتب میری؟ از 7:30 تا 12:30. از 7:30 تا 12:30 که آمدی خانه نان میخوری، نماز میخونی، باز میای در کار. خداوند موفق داشته باشید. ما یک سوال از پیش میکنم، سوال آسان است و از اینکه صنف هفت مکتب هستی و یک بیگ در داخلش کتابچه، 6 تا کتابچه، 6 تا قلم، پنسل، خودکار، پرکار، رنگه، همه چیز است و اگر سوال ما رو پاسخ دادی برنده میشید. درست؟ آماده هستی؟ از خودت سوال میکنم که اسلام عزیز چند بنا داره؟ 5 بنا. اسلام 5 بنا. اول کلمه، دوم نماز، سوم روزه، چهارم زکات، ماشاءالله، پنجم ازدواج. بارک الله. خدای عزیز صاحب جان موفق شدن که به سوال ما جواب بدن و این بیک که برش تقدیم میکنیم. انشالله که در تمام عرصه زندگیت موفق باشی و همچنان درس‌هایت خوب بخوان. درست است خانم دلال؟ مبارکت باشه. خدا نگهدار. خداحافظ. در کنار عبدالنصیر جان هستیم. خوشبختانه که تصادف او عزیز دیگه ما را که وقتی سوال ما را پاسخ داد و پایینش کردیم از مدت با عبدالنصیر جان سر خوردیم که ورقی که عریضه کرده که شامل مکتب شود و ما گفتیم بیا که یک بیک مکتب و مقداسی یک است برش توفه میدیم و همچنان سوال ما را باید جواب بدیم. چطور عبدالنصیر جان خوب است انشالله؟ نو میخواید مکتب شامل شوید؟ باشه راحت باشه، خنده که بلند گپ بزن. صنف چند میخوای شامل شوید؟ صنف 2 یا صنف 3. خب صنف 3 اینمی حالا فکر کو که شروع درس‌هایت از بخیر از اینمی جا موفق میشید. یک سوال بسیار آسان میپرسم از خودت، اگر جواب دادی تو برنده بیک مکتب داخل 6 تا کتابچه، قلم، پنسل، خودکار، پرکار، رنگه و خطکش و همه چیز است که ضرورت مکتب باشه. آماده هستی؟ سوال ما رو جواب بدی؟ سوال خیلی آسان است. با جرأت دیگه زیر تاثیر نرو. سوال قسمی است که آسان است. برای تو سوال آسان میگم بخاطر که نو میخوای مکتب بری. 1 جمع 1 چند میشه؟ 2. آفرین، 1 جمع 1 2. تو برنده شدی دوستا عزیز. بخاطر سوال ساده را کردم از نصیر جان که تشویق شود و بار اولش هست که به خیر میره مکتب و اگر سوال سخت میکردم سر از همین لحظه دیگه پشت مکتب هم نمیگشت. اما تو بود اینا در مکتب هم تو سوالکای آسان است. تو برنده این بیک و داخلش کتابچه و قلم، پرکار، همه چیز است. شدی خندلالا، مبارکت باشه و بخیر. اینی پرکارت است، اینی قلم و پنسل و خودکار و کتابچه‌ایت است که بخیر شامل مکتب میشی. درست است؟ تبریک باشه خندلالا. این همه طور با جرأت باش، بخیر همیشه سوالایی که از پیشت میشه را پاسخ. خدا نگهدار. زنده باش. بازم در کنار ما 3 تا رفیقکای خدا داریم. از سر خودت پرسان میکنیم. نامه چی است خندلالا؟ عثمان جان، چقدر بچه با جرأت نام خدا. از می سر چهارراه تا اینجا که آمدیم خودت
خوبی صحبت میکردی. مکتب هم میری عثمان جان؟ خود حال نرفتیم. ما مطمئن هستم مکتب بری بخیر اول نمره میشی، بسیار بچه با استعداد و با جرأت معلوم میشی. اسم خودت؟ زرولی؟ چند ساله هستی جان؟ 7 ساله. باید بالا جور کردی؟ خودت عثمان جان؟ نه. جور نکردی باید بالا. اینجا یک لالای دیگه ما هم هست. تو چون کار هستی؟ کار میکنی؟ چی میکردی در سر چهارراه که ما گرفتم خودت؟ خورونی. مکتب هم میری؟ سنف چند هستی؟ نام خدا. نامه که چی هست؟ فیصل جان. فیصل جان، ما از خودت مکتب میری یک سوال پرسان بکنم، آماده هستی جواب بدی؟ اگر پاسخ دادی جواب سوال ما را دادی، برنده یک جور کالای دی خامکدوزی بسیار مقبول همراه یک سرپایی میشه. درست؟ سوال آسان است. صنف 4 هستی؟ از ریاضی سوال بکنم یا از اسلامی؟ ریاضی؟ خب از ریاضی. از 20 روپه داریم، میریم در بازار 8 روپیش خرج میکنیم. چند روپه میمونه؟ 20 روپه داریم 8 روپیش خرج میکنیم. چند روپه ما میمونه؟ 20. از 20 8 بره چند میمونه؟ 12. خب خیر، از این سوال میگذاریم. یک سوال ساده. برای دوستان عزیز چه از اینا سوال نمیکنم، یک گیم باشه. صحیح؟ از اینکه بچهای بسیار خوش معلوم میشه، ما برای شما یک 3 تا پوپانه میدم. همزمان هر 3 تان یا پاپ بکنی، هر که زود پوپانه را ترقان او برنده جایزه است. یک تا برای خودت، یک تا هم برای خودت، یک تا برای زرولی جان. ما 1 2 3 گفتم شروع کنیم. صبر. یک زرولی آماده؟ 1 2 3 شروع کنیم. آفرین زرولی پس مان است. زرولی هر که زود 1 2 3 بس. هر 3 برنده است. هر 3 برنده. نام خدا چقدر بچهای شک بود. خرید یعنی کم مانده بود که ما گفتم صدا از یک دفعه دیجه مارانه پرسان از خاطر گفتم بعد خود شما برنده شدین از 3 تا. یک جور کالای بسیار مقبول کرده، یک تا چپی. صحیح باید کالا نکنید. از 3 ما براتون کالا را میتم و پیش از پیش اید خوب و خوش براتون میکنم. دیگه چیز کار خدمت نیست برای ما. و بخیر که خودت گفتی میریم نه مکتب که رفته وعده کنه که درستانه میخوام. درست است که وطن بر شما نیاز داره. شما آینده سازای کشور است. درست است؟ درست. خند لالا. این نمبر 30 از خودت است که امتحان کردیم در موتر در پایت آمد. شبلیا و لباس هم. این 28 زرولی جان از خودت. این هم از خودت. مبارکتان باشه. پیش از پیش دیگه خوش باشید. خوش هستین یا نه؟ هیچ خنده نمیکنی. یک خنده. تشکر جان کاکا. خداحافظ زرولی جان. خدا نگهدار. بای بای. علیکم السلام. جوان خوب هستی؟ من از خدا است. گندم ها را سیکو نام خدا بیخی همونطور موج میزنه. موج ما دیگه عزیزا یک جای بسیار زیبا آمدیم. پیش کسی آمدیم که شما با چهرش آشنا هستید. ظریف جان پدر
یوسف جان تفلکی که در برنامه ابتدایی ما بودن، سوراخ قلب داشتن. آمدیم که احوال یوسف جان هم بگیریم. دوستان عزیز، ظریف جان خو در برنامه قبلی دیده بودین. پدر یوسف جان از یوسف جان تفلکی که مصاب به سوراخ قلب بود و حال آمدیم ظریف جان لطف کرد، زنگ زد. اگر زنگ هم نمیزدی می آمدیم خبرگیری یوسف جان و حال اولش هم میپرسیدیم اونطوری خود 10 روز بعد و 15 روز بعد میخواین پیش دکتر میرین، اولش داریم و یک روز بعد تماس بگیریم. چطور حال وضعیت یوسف جان؟ حالا خوبه، خدا را شکر، خدا خوب است. من تا دیگه دوایی که پیام داریم نتیجه بیرون پیام معرض خیلی پیام داریم. دیگه پیام نتیجه بیرون ما تا تمام داریم که بخیر ببریم سنیدم تداویش میگه کنیم. خدا شفا بده. توکل بالله. ما هم با دوستایی که همکاری کرده بودن، خدا خیرشون بده، پول لون کرده بودن، با اونا هم صحبت کردیم که اینجا گفته خودت تقریبا 2 ماه شد که ما زیر تداوی است و 5 روز بستر بودیم و در ضمن از اون 2-3 باری که یکی دو شب دیگه هم بستر شد، اما نتیجه نگرفتیم. دکترها میگفتن که وزنش کم است، وزن بگیرن. یک مدت وزن گرفت، 1-2 کیلو وزن گرفت، پس 1 کیلوش وزن بای داد دیگه. خود تصویب دهی است که ایران بری. ایران تداوی خوب است گفتی؟ تداوی ما خوب است. از کسی ما بزرگ. یک دادرم ما از اندام شفاخانه هم جلوی کردیم، می‌کنیم تداوی میشه. وای هستن تداویش میکنن که انشالله خوب. ظریف جان خودش هست، خانمش هست، یوسف جان و ریحان جان یک دخترکه که از یوسف جان کرده طلاق است. او هستن 4 نفر که ویزا ظریف جان میخواست که مقدار پولی که باقی مانده پیش ما امور برشان بتیم و اینا قاچاقی برن. ما اجازه ندادم. یوسف جان خدای نکرده در راه مشکل پیش میشه، بر آدم جور لازم نیست قاچاقی برن. انشالله امروز دوستا هم صحبت میکنیم که اگر شوه یک مقدار پول دیگه هم روان بکنن و بتانیم که شما را براتان ویزا و پاسپورت گرفته و روانتان بکنیم طرف ایران که اونجا بخیر تداوی یوسف جان ادامه پیدا بکنه و یوسف جان جور شه. از اون ابتدا میگه هستیم بران عهد که بست، ما در کنار دستیم، انشالله که دعا میکنیم پروردگار خودش از کارخانه غیبش، از شفاخانه غیبش صحت نصیب تمام مریضا بکنه و از یوسف جان هم شه. انشالله که توتا خورده و دوباره میریم به طرف کابل. لطف کردی توتا کندی و توتا هم نو میکنی. بار اول است. از برکت خودت بریم جان پدر. در کنار سامد جان قرار داریم. سامد هست نام؟ سامد جان چطور هستی خانم؟ خوب هستی؟ بخیر باش. مکتب امیل جان لالا. سن چند هستی؟ من از سن 6. نام خدا. کدام مضمون در مکتب زیاد دوست؟ من قرآن کریم. بیشک خیر. خوب قرائت هم یاد داری؟ من نه. از روازم خراب است. یعنی نه آواز معقول است. قرائت کرد بودم نفر. کی گفت آواز خراب است؟ من این آواز خوش است. نه و نظر کنم خراب. نه آواز معقول است. کوشش بکن قرائت بکنی. حفظ داری؟ از من. خب از روی میخوانی قرآن شریف.
کشکو حفظم بکنی و چی خوب یک مضمونی را تو علاقمندش هستی و وقتی که علاقمند هستی حتما حافظم میشه انشاءالله. درسته؟ پس من از خود یک سوال میکنم و اگر جواب دادی من برای یک تحفه میتم، لباس خامکدوزی برای عیدت همراه یک سرپویی بسیار مهم. درست است؟ سوال آسان است، تشویش نداشته باش، انشالله کامیاب میشه. خودت برای ما بگو آخرین پیغمبر اسلام چی نام داشت؟ حضرت محمد صلی الله علیه آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. دوستان عزیز، تفلک هایی که میبینیم نام خدا با استعداد هستن و زود دیگر پاسخ میدن به سوالای ما بسیار زیاد خوش میشم. شما آینده های کشور هستین، زحمت بکشید. اینی هم یک جور لباس بسیار مقبوله، خامکی، رنگش خوشمه، همین رنگ، و این هم یک سرپویه بسیار مقبول. این خب بیشتر دفعه کردیم، درست است؟ مبارکت باشه عزیز لالا، بیش از پیش عیدکت مبارک. تشکر، خداحافظ. عبدالرحمن جان تفلک عزیز در کنار ماست و این خودش خواهان عزیز که میگن یک جور کالا برام دیگه روی چولی. چطور؟ درست؟ ما سوال میکنم عبدالرحمن جان، سوال ما اگر جواب دادی برات صحیح است؟ سنف چند است جون؟ سنف اول؟ چند سال هستی؟ 7 ساله؟ خب حالا تو باز در مکتب چند نمره هست جون؟ سعیز ما برات کالای دمیتم زیاد زیر داشتی نرو شیره که تو بچه مکتب هستی. سوال ما جواب بدی؟ یک جمع یک چند میشه؟ یک جمع یک دو. آفرین عبدالرحمن قهرمان، کامیاب شدی جان کاکا. اینا رو ما برات این چپلی ها را همراه یک جوره پیرنگومان و بسیار مقبول میتم که اینجا این خسته و خیلی دهید بکنشی. سعیز عبدالرحمن جان؟ مبارک. خدا حافظ. بخید چیز. سلام لالا جان، پیش بیا، پیش بیا. او کراچی تلاک رو بیای طرف کمک شاون بانش نمیفته بانش. نامه که چی هست؟ محمد اقبال جان. مکتب میخوان جان؟ سنف چند هستی؟ سنف 8. اقبال جان از خودت یک سوال میپرسم، اگر جواب دادی ما برای یک بیک مکتب بسیار مقبول همراه کتابچه در داخلش قلم، پرگار، رنگه همه. درست است؟ سوال خیلی ساده است. خودت بچه کارگر زحمتکش هم معلوم میشه ما قدر بارش حیله کردن میبودیم و بچه حتما ترس. درست؟ چند نمره هستی در مکتب؟ در گروپ بی چند نمره؟ خب خودت برای ما بگو که رمضان، روزه ماه مبارک رمضان گاه 30 روز است و گاه 29 روز، آیا برای ما گفته میتونی کی فرض است یا سنت؟ فرض است؟ تو برنده شدی و ماشاءالله که سوال ما را درست پاسخ دادی. روزه ماه مبارک رمضان فرض است و خودت مبارکت باشه. این بیک مقبول در داخلش کتابچه، قلم، پرکار، رنگه همه چیز است. انشالله که بخیر استفاده کنید. چیز کار خدمت نیست برای ما. خوش هستی؟ خدا نگهدار. بخیر باش. السلام. سلام علیکم عزیز بیادر، خوب هستی؟ خدا چقدر یک بچه پیشانی باز و خوشحال و از دور من خود تسهیل داشتم. این چیز از بند تنبان است سودا میکنی. دانه چندی را مفروشی جان؟ دانه 20 روپه. دانه 20 روپه. چند بر خود تمام میشه؟ 15 روپه. 5 روپه در یک داشت. خب یک روز یعنی چقدر کار میکنی؟ یک روز 2 ساعت 3 ساعت میکنم. خدا فکر میکنم مکتب هم میخوام. بله. سنف چند هستی؟ 5. سنف 5 و چند نمره؟ دویم. خب
از خود یک سوال میپرسم. اگر سوال های ما ساده است پاسخ دادی جواب درست بود، برنده یک جور لباس و یک سرپوی بسیار مقبول میشی که لباس های عید باشه. ایدم فکر کنم بالا جور نکرد. نه خداوند مهربان است بخیر سوال جواب بدی و جایزه را بگیری. درست؟ خب سوال ساده است. از خود میپرسم که آیا در دنیا، در بازار، در خانه مهربانی خوب است یا جنگ؟ مهربانی. آفرین. به چه خاطر؟ خاطر که آرامی باشه. آرامی باشه، صلح باشه و محبت از محبت چی میشه؟ آرامی باشه. بله همه چیز در صلح و محبت. از جنگ ما و شما خسته شدیم بس است. جنگ نمیخوایم. درست؟ سوال ساده بود؟ بله. آفرین. و در سکایت هم موفق باشی گل کوکایش. نام خدا زحمتکش هستی و جایزه تا برات میدیم. پیش از پیش ایده که خوب و خوش باید. دیگه چیز کار نیست؟ خداوند خیر. السلام. بخیر دیگر دعید باشی همونطور گیری بخیر خانه خسرو. سلام جان لالا. خوب هستی؟ سلامت جور. نامه چی است؟ قیس است. قیس جان. چند ساله است جان؟ 14. 14. چقدر خود مونی؟ چیز نمیخوری از؟ نه دیگه. خوی قدر بیروبار که از بین بیروبارا خود پیدا که دستور از کارو رست یا نه؟ نه کار خانه. این بیروبار ناخ است؟ آن. چند سودا کردی حالا خواهید دیگر از ساعت 5 بده شده نه؟ 4 دانه سودا. 4 تا پلاستیک طرفگی 40 روپیه. خب درس هم میخونی مکتب میخونی؟ مکتب سنف چند هستی؟ سمت 6. نام خدا. باز از چند روزه کار میگی است؟ از صبح که میرم تا 11 نیم باز 11 نیم میرم خانه خود میرم تا خانه. خب بسیار خوب. کالا برای دور کردی؟ خب یک خدا مهربان است. من از خود یک سوال میپرسم. سوال ساده است آسان. اگر جواب دادی برای خودت یک جور لباس بسیار مقبول اون خامک دوزی یا یک سرپویی. درست است؟ سوال ساده و آسان است. آماده هستی؟ از کدام مضمون سوال بکنم؟ ریاضی، سوالای دینی، چه قسم سوال باشه خوش میشه؟ از خب یعنی آماده است؟ درست است. از خودت سوال ما قسمی است که از خودت میپرسیم مسلمانان در یک شبانه روز یعنی 24 ساعت چند بار نماز میخوان؟ 5. 5 بار. خب نماز خفتن چند رکعت است؟ 9 رکعت 4 رکعت اولش؟ فرض است. 2 رکعت؟ 2 رکعت اولش دومش؟ پرخوانده میشه 2 رکعت. بعد از 4 رکعت فرض. و 2 رکعت سنت؟ پرخوانده میشه 3 رکعت آخرش؟ 2 رکعت دوم پرخوانده. چی است 3 رکعت آخرش؟ صلات خدا ماشاءالله دوستای عزیز. ما از طرف خود برای عزیز ما که نام خدا بسیار بچه با استعداد است بدون از این که لباس و چپلی را دریافت میکنی بردی با یک بایی که مکتب که در داخلش کتاسیه وسایلی که نیاز است در مکتب او را هم برای تقدیم میکنه. مبارکت باشه جان لالا. همیشه همونطور خوشبخت و خوششانس باشه به زندگی. دیگه چیز هم رو خدمت نیست؟ سلام. ایده که خوب و خوش برات میخوایم. تشکر جان. مکتبت ای به خاطر که نام خدا بسیار بچه با استعداد بودی سوال ما تقریبا 2 جز داشت جواب دادی. در داخلش 6 تا کتابچه و هرکار و رنگه و جفا هم هست و لباس در اینجا شرطیت بازرگان بکنیم که باجه مشکیل یک بار بکش مقبول است. رنگ سوا خوش داری؟ انشالله که بیخی فکس پایده است و اینی هم بیراهن خامک دوزی یه همراه سیاه خوب میشه نه؟ خوش هستی؟ خداوند خیر نصیبه که ما را حمایت کردن و حاضر برنامه ما هستن. تشکر جان لالا. اوقات خوش در امور زندگیت موفق باشی. خوش هستی دی خنده قربان شم. خدا نگهدار. سلام دوستک عزیز خوب هستی بخیر؟
نام خدا بچه یک کارگر اسمک عمر عمر جان چی سودا میکنی؟ جبل چهار چهار چطور از روز کارت شده؟ چند سودا کنی؟ 50 روپه نام خدا درس هم میخونی مکتب میری؟ بله چند؟ شش نام خدا شش کدام مضمون از زیاد دوست داری؟ دری و اجتماعیات. خب از خودت یک سوال میپرسم اگر جواب دادی برنده یک جور لباس پیشی و همراه یک چپری برید لباس جور کردی؟ خب بیا خدا مهربان است که برنده شوی. سوال ساده و آسان است. الحمدلله کل ما و شما مسلمان هستیم و این معلومات های دینی را داریم. درست است؟ خب قرآن کریم برای کدام پیغمبر نازل شد؟ برای محمد علیه السلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. ماشاءالله تو کامیاب شدی و ما برات جایزه تام میدیم و در ضمن از که برات پیرنتمان میدیم. بچه مکتب هستی مکتب میری یک بیت مکتب با تمام تجهیزاتش در درونش هست که کتابچه است، قلم است، پرکار است، پوشک‌های رسامی است، خطکش، پنسل پاک، همه چیز داره. درست است؟ تشکر. پیش از پیش عیدکت مبارک. چیز کار خدمت نیست؟ خوش هستی؟ خدا نگهدار. یا را بر تسلیم می‌کنم. این بایکت اینا در پشت و پشت مالی بیرون بعد از این بایکت باشه که بری طرف مکتب بخیر برو و برای خودت یک لباس که شمارش 30 باید باشه. این 30 از شبیه یک بار امتحان بکن که کلان نباشه. دیگه برابر است؟ نام خدا. اینی هم پیراهن آمکروفی رنگ سیاه شبیه های تانسیاه. تشکر از خودم شدن جون بابا. این دیر پلاس دادش خوش برد. خدا نگهدار. تشکر. خدا حافظ. خدا نگهدار. صنف چند هست؟ صنف 7. این جان بابا. این پیسه اسکریمت و از خودت اگر بخوایی سوال میکنیم ما و یک سوال ساده هفت اسم سوال میتونی جواب داد. سوال آسان است. اگر برنده شدی برات یک جور لباس چند سال هستی؟ 13 انشالله که همی 32 سایز 32 برات بیاید. اگر آمد همی آخری سایز ما 32 لباس و یک شبلی لباسی او را هم برات میدیم و در ضمن یک بایکی که داخلش لباس چیز است کرتاسیه وسایل مکتب او را هم برات میدیم. آماده است سوال پرسان کنم؟ مطمئن؟ خب سوال ما از خودت است که ساده است. سوال گفتم نه باید به خاطر که هیچ کس نمیخواهیم در برنامه ما ناکام شود. رمضان روزه در ماه مبارک رمضان بعضا 29 روز است بعضا 30 روز. اما تو برای ما گفته میتونی که روزه فرض است یا سنت؟ فرض. ماشاءالله تو برنده شدی و ما برات تبریک میگیم. اول برات همین بایکی که ضرورت است و داخلش کرتاسی باب و این بخیر بعد از این دمرایز بیری مکتب ای را بگی و دیگه میخوایم که از خودت چون کار میکنی یک جوانی هستی که زحمت میکشیده بزرگترین آرزویت میخوایم چی هست؟ مادر مادر بخیر بزرگ شوی. خداوند سرمایه بده دشت بده. خداوند با آرزوی تمام جوانا را برسانه و خود هم شد. درست از خنده کاکا و همین لباس 32 سایز کلان است. اول چپلیش یک امتحان میکنیم برات خدا کنه بیا بعد اگر آمد ایره هم تقدیمت میکنیم عزیز کاکا. خب اینجا میبینیم که یک سایز از این که کلانتر هم باشه.
از کلاس کلانتر هم داریم انشاءالله که بچه سالمند هستی و من مطمئن هستم که می داشته باشیم و فاید اینی حتما میاد بیبی آمد فکس هست به شک سالمند هستی گفتم ای هم دیگهش اینی هم میرانه تنبان خامد درست؟ خوش هستی جان لالا چیز امر خدمت نیست ایده که خوش میخوایم برات پیش از پیش خدا نگهدار در کنار ما یک دوستک دیگه ما هست سلام جان لالا وعلیکم سلام خوب هست انشالله؟ صحت خوب است؟ نامه که چی هست؟ صبحان جان ما برای خود جایزه میتیم در صورتی که یک سوال بسیار ساده است باید میکنیم جواب بدی آماده هستی؟ مکتب صنف چند هستی؟ صنف 4 که هستی 100% پاسخ سوال ما را تو داری تو هم بخیالم امروز برنده بودی نه؟ سوال ما را جواب دادی ماشاءالله یعنی یک قهرمان دیگه و پولیس استاد است تو هم انشالله که پاسخ بدی و برنده جایزه ما شوی برید کالا جور کردی؟ چی رنگ؟ مکتبی تو اینمی رنگ دیگه در جان خب ما انشالله که برنده شدی ما بیخی یک رنگ متفاوت است خوشت نه او را برنده درست است؟ خب اولین سوره که در قرآن نازل شده چی است؟ ماشاءالله ماشاءالله چقدر نام خدا بچه با استعداد خودت برنده شدی از طرف حامی برنامه ما کسی که حمایت مالی کرده خدا خیرش بده برای خودت یک چپلی و همراه پیران خامکدوزی تقدیم میکنه اینی پیران تصویبی خوشت میایرن؟ خوش اینی هم چپلی گرد بانوش دی مبارکت باشن عید خوب و خوش باید میخوایم چیز کار نیست؟ خوش هستی؟ خدا نگهدار بای بای خداحافظ سلام دوستکای عزیزم خوب هستین انشالله؟ از سر خودت سوال میکنم نامه کرد؟ مراد جان برند گپ بزنی عزیز کاکا من کاکایت هستم مراد جان اسم خودت؟ صبور جان شما مکتب میرین اردویتان؟ برای شما یک بکس مکتب که به دردتان میخوره در داخلش کتابچه از قلم برکار رنگه همه چیز جایزه میدیم در صورتی که سوال ما را جواب بده سوال ما ساده است از سوالای اسلامی دینی است و حتما پاسخ شایع داره درست است؟ مراد جان از خود سوال میکنم آماده هستی؟ نماز دیگر یعنی فعلا است چند رکعت است؟ 4 رکعت آفرین 4 رکعت چی؟ 4 رکعت فرض 2 رکعت چی است؟ خالی 2 رکعت است واو بیشک تو برنده شدی تو برنده اینی بایکی که مبارکت باشه در داخلش کتابچه قلم همه چیز درست است؟ تبریک خدا نگهدار دوست عزیز صبور جان در کنار ما داریم صبور جان اون جدید که چه رقم میروبار شد سر ما دوستایت بودن دیگه بلش نداریم صبور جان خلاص شد کم مانده و تعداد کس اگر اونا عجله نمیکردن و سر ما یک دم هجوم نمی‌آوردن کلش میدادیم همین 5-6 تایی که مانده اما خودت خوششانس شدی بالا شدی دموتر و دوست عزیز ما از این که دشوار نمیدانیم چون تجربه گرفتیم از دفعه قبل مویز جان پسر و همراه ما آوردیم که به اعتبار مویز یگان تفلک‌ها رو میگیم بیا بالا شوی همراه ما یگان تو بالا نمیشه میگیم بیا بچه‌ای که ما هست همراه ما باز بالا میشن خودت همچنان بالا شدی خوش آمدی جان لالا خوب هستی؟ خب مکتب میخونی؟ بله صنف چند هستی؟ 4 است صنف 4 خب کدام مضمون زیاد خوش داری صبور جان کرده بود از پیش سوال بکنیم سوال ما را اگر جواب دادی خودت برنده یک بایک مکتب که داخلش قطاسی است و در ضمن یک جور لباس مقبول و شیک با یک سرپویی میشی درست؟ از کدام مضمون سوال بکنم از خود؟ ریاضی؟ خب صبور جان خودت 18 افغانی در جیبت داری میخوایی که بازار بری یک جای 6 افغانیش مصرف میشه دیگه جای هم 6 افغانیش مصرف میشه چقدر پیش باقی میمونه؟ ضرب زبانی داری همراه دستش 3-6 18 خیلی ببینی
2 شش مصرف شد، 1 شش باقی است. فعلا 6 روپیه در جیب داری. منم 6 روپیه. چقدر بچه خوشتب از خودت برنده شدی جان کاکا، برات مبارک میگم. پیش از پیش ایده که تبریک باشه. خوش هستی از ما؟ لبخندت هم میبینم. خدا خیرت بده. اینا رو ما برات تسلیم میکنم. اما چیزی که برنده شدی اینی بیکت است که داخلش خصوصی است و بخیر بعد از این یعنی میگه که در پشت ببینم که بیدی طرف مکن این از راکردی یا پیران زمان خامجوزی دار مکن رنگ خوش آمد مبارکت باشه بیش از که این تبدیل باشه درسته؟ خدا نگهدار. خدا تمام بهتری مرا خانه دان بریم میمان شویم. ماشاءالله. چی خودت خوش داری؟ چی خودت خوش داری که پخته بکنی؟ وای که دیگره در تمام عرصه زندگی موفق باشی. خدا نگهدار. بارک زی جان خودت خو ماشاءالله حتما نماز میخونی، مسلمان هستی نه؟ نماز چاشت خوندی؟ نماز چاشت یادم خواهم برده بود. آفرین، آدم صادق و راستگوی هستی. میتونستی بگوی بله خوندیم. خب نماز شام که حال نزدیک است برای ما بگو چند رکعت است؟ 5. آفرین. 3 رکعت چی است؟ فرض. 3 رکعت 2 رکعت دیگه شام است. ماشاءالله ماشاءالله مبارکت. خودت برنده شدی و بایک مکتب که داخلش قرطاسی است و لوازمی که در مکتب کارت میاد برات مبارک. چیز هم خدمت نیست دیگه. خوش هستی از ما؟ 100%. خدا نگهدار. بایک در برات خداوند خیلی است. دیگه که در خوش خوشبخت طرف من. خدا جان خیر. شبت خوش. السلام علیکم. سلام. و رسیدیم در پایان برنامه. وقتی به چهره این کودکان نگاه میکنیم میفهمیم که خوشی های واقعی در چیزهای بزرگ نیست، بلکه در یک محبت ساده، در یک توجه صادقانه و در یک دست گرفتن کوچک نهفته است. امیدواریم این برنامه فقط در صفحه نمایش شما ختم نشود، بلکه در دلهایتان یک تغییر کوچک بیاورد. اینکه هیچ کودکی در هیچ گوشه از دنیا با حسرت زندگی نکند. راه رسیدن به خداوند از میان قلب‌های شکسته و بریان عبور می‌کند و دعا می‌کنیم که خدا را در مسیر خدمت به انسانیت ثابت قدم نگه دارد.